صبح بخیر دوستانی عزیز، خوش اومدید به کانال ما. امیدوارم همه شما خوب هستید. حاضر میخوام برای شما نمی نوین کوی پپلینا نشان دیم. انمی صفتش بهترینه، اینه یکم سورتش 160 سومون. سنگ خمیلیون کتی، سنگ پر ریخش رو زدگی نه ایجاد اینچونین با انمخه هست 150 سومونش. سنگ سواروفسکی داره 150 سومون. دوبایسکی پپلین میگن اینو را. نه 150 سومون. خوشروان، ماتریالش خوشروای. همین ماتریالو هم چند سورت داره. اینا کسی که نه سفید میخواه، سفید چم هست 160 سومون. سنگ خمیلیون اینا 150 سومون. گلشا بینه چه خوشروای. خلاصه 160. اینا 150 سنگای خمیلیونن با اینجا بعضی سنگای خمیلیون 150، بعضیش 160. اینا همش 150 سومونی. این بامبوک 150 سومون. نرخ دونه اپتم دا با ارزان میشه. اینجا اینجورین با هست وای لیون 160 سومون. لیون سنگ خمیلیون انا ای باشه 160 سومون. بینه چه خوش روی. اینو از 200 سومون زیاد بدن. واسه ارزان شدگیان میتوانید انتخاب کنید. اینجا دا یک تا ایتالیانکا موندگی 190 سومون. ایتالیانکا نه سنگش سواروفسکی. ایسو خمیلیونا باشه کدامش که میبینید انمینو همش 150 160. نه از 150 تا 160. اینجا هم هست سنگ خمیلیون و هم هست سنگ سواروفسکی. ببینید چه خوشرو. اینه ایش خوشرو. بینید چه ایش پره سنگش. عجیب بود. لیون خودش 160 سومون. اینه یک کبود 150 سومون. اینه دوستانی عزیز ای خوشروه 150 سومون. ایش 150 سومون. من این 150 سومون اینو به حد قیمت بدن دوستانی عزیز. لیونای با حاضی ارزانش دیان نه مرحمت. این نمودم از 200 سومون زیاد بود. همین نمودا سنگشون سواروفسکی حاضی 150 سومون. مرحمت دیر نکنید نویسه دستافکاره میفهمونم. انایم 150 سومونی. بهترین ماتریالو پیشنهادش مشتگی حوزی امین آورده. بینید خطون بعد انتخاب کنید کدومش که معقول شد. انمی سرایچه بود سبده پرتوید. راسیا ما پوچتا کتی روان میکنیم. بورا 3 هفته تا 1 ماه میروه. نرخ دستافکه 10 کیلو بور 490 سومونی میشوه. خلاصه نمینو همش 160 150 سومون بودن.